با غیبت آمادش نکنه. هستن آدمایی که همین زماناشو کشور شده که فردا روز قیامت گذرگاه قرآن و پند از گوش و بهتان و باطل شنیدن مکوش. خدای تعالی این دو گوشی نازنین نداده است که با یا سخن نیک گوش کنی، تلاوت قرآن گوش کنی، ذکر گوش کنی، گپ خوش امر به معروف و نهی از منکر گوش کنی. جای بهتان و باطل نیست. به جای موسیقی گوش کنی و جای سخن قبیح و غیبت تهمت لقلق دنیا را گوش کردن نیست. دو چشم از پی سمع باری نکوست، زی عیب برادر فروغی را دوست. این دو چشم نازنین خدای تعالی داده است که سمع پروردگار را ببینی، هم لذت بری، هم شکرگزاری نعمت پروردگار را کنی. برای عیب جویی و عیب، برای فحش فحشی تماشا کردن نه. فردا روز قیامت ایوم و شما پرسیده بشوید. ببینید لمن اطاب الکلام، اول صفتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همون مردای جنتی خوشبخت خوشطالعی که خدای تعالی براشون هم قصرهای زیبا را آفریده است، همین است که سخن خوب و نیک داشته باشند، کلام خوب داشته باشند. خدا برکت بده عبدالرحمن ما را، همین سخنش هم سخن نیک، خوش اومدش هم به خیر خوبه، دعوتش هم دعوتهای خوبه. اصلا مسلمان باید عادتش همین باشه، رفتارش همین باشه. نمیدونم چی درد مرسیده است این قدر حقارت، این قدر سخنهای قبیح قباحت که در خانه ها مو است، در کوچه ها مو است. به خدا آدم تعجب میکنه. یک سال در ما امریکا بوده، این قصه را من چندین مرتبه گفتم، آخه جای گپ هم هست. یک مرد نصرانی دو دخترش آورده است در مکتب اسلامی داده، به خاطر آنکه در همسایگیشو یک عائله مسلمان زندگی میکرده است. زبان شیرین او را دیده است. پدرجان و مادرجان و برادرجان و عمجان و خالجان ذوقش کرده است. میگه او کودکا را آورده است مکتب که در مکتب، همون مکتبی که اوکران اسلامی داره، بخونن تعلیم بگیرن. همون مدیر مکتب گفت که طرف ما گفت که من نمیخوام که دخترای من فکیو یاد بگیرن. این فکیوش همون یک قباحت یا دشنامی هم سری دستی همون مردم امریکا هست. میخوام که زبانشو تازه و شیرین باشه. سعی کنی فرزندان را زبان تازه و شیرین نشون بدید. آخه سنت پیامبر امام محمد صلی الله علیه و سلم هست. حضرت در حیاتش کسی را سخنهای قبیح نگفته است. هرگز دشنام حقارت به زبان نرانده است. چی طوری میگه؟ اصلا همین هر خیلی معامله کنی به تام خیلی معامله میشه. فرزندم دشنام حقارت دادی ایتیار میگیره، اونم اون کاری که دوام میده. لمن اطاب الکلام، کسی که زبانی خوش داره انشاءالله جنتی است. و اطعم الطعام، او قصرها مکان مردای خدای هست که طعام میتن، برای مردم طعام آماده میکنن، دستی به خیر دارن، جوان مرد هستند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوان مردا را همیشه قدر میکرد. خودش که جوان مرد بود، صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه جوان مردا بودن، حضرت صلی الله علیه و سلم همین جوان مردی و جوان مردا را قدر میکرد. حضرت ابو ایوب انصاری قصه میکنند، میگه وقتی که من رحل پیامبر صلی الله علیه و سلم خونم بردم، دوران چکیدم بردم، همین وقت میگه سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه سرور خزرج میگه نزد حضرت اومد، این جا تیار کردم در برای پیغمبر. اومد گفت یا رسول الله من جا تا آماده کردم، مرحمت بیا حجرت برآمد. که گفت المرء مع رحله، مرد همراه همو بارو بنشاید. من مقصد این مردک ابو ایوب پیشدستی کرد، بار مگری بودک، من در جای همین میمونم. میگه دیگر دعوا و جنجال نکرد، خوب گفت رفت. هر بگفت همین یک طبق طعام سری نزد حضرت میفرستاد است. خوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری باشه، خوب در مهمانی باشه، همین طبق سری یعنی حضرت هیچ وقت خندانه نمی‌است. یک طبق سری همیشه میفرستاد. ابو ایوب انصاری میگه با شرافت
رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میگه همون طعام سعد ابن عباده جانی نوش جان میکرده. حضرت تناول میکرده میگه تبرک بو میفرستاد ما خطی فرزندان و همون میخوردیم. مرد خدا را ببینید. یا همین دست بخیر که بود اینا ببینید نامش مخصوص ذکر میکنن همین سعده. میگه که وقتی که مهاجران اومدن در مدینه منوره از بس که کار نداشتن، زندگی نداشتن، نان و طعامی درست نداشتن، صلی الله علیه و سلم بین مسلمانان اخوت برادری را برقرار ساخته، تاکید کرد مردم مدینه را که وقتی خونت و خوردنی میره یک نفر دو نفر این برادراتون بگیره بره شریکی بخرده همیان بیشتر نمونن. میگه هر کس به قدر قوتش یک کس دو کس سه کس میبرد مگر همین سعد ابن عباده خدا رحمت مغفرتش کنه. میگه هیچ روزی از 80 نفر کم نبود است. همین خیلی جوان مرد میگه که هیچ روزی از 80 نفر کم نبود است. و قدرت پروردگار ببینه خداوند به همین جوان مرد یک فرزند داد که انگشت نمای خاص و عام داد. در بعضی مردم ما همین عبدالله ابن عمر از عبدالله ابن عمر فرق نداشت. در نوشتن عمر در زبان عربی یک واو اضافه می شود. عمر یک واو اضافه می شود. عمر هم واو نداره. حتی بعضا همین تصحیح می‌داده کتابو دا چون میکنن جای عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر می نوشتن. از بس که خط سوادی خوندن و نوشتن داشت چند مدت حتی کتب وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثایی را که از حضرت میشنیده است می نوشت، کتابت میکرد. حتی جای اومده است که حضرت ابو هریره گفت که از من بیشتر شاید گفت همه عبدالله ابن عمر حدیث بود. برای که من حدیث را حفظ میکردم سوادی نوشتن نداشتم، فقط حافظه قلب بود، حافظه صدر. در صورتی که عبدالله ابن عمر می نوشت سواد که داشت همون چیزوش هم می نوشت. بسیار آدم متقی بود، پاکیزه روزگار بود، شخصیتی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دوستش می داشت. یک روز میگنش که عبدالله ابن عمر یک امری مدید روزدار ای خونه بود، دایم روزدار ای. بعد صداش کرد گفت یا عبدالله من شنیدم که همین تو دایم روزه میگرفتی. گفت یا رسول الله همین خیلی قوت داد دستم خداوند امشنیت دارم جوانم چرا نگیرم. گفتی تری نگیرم همین هر ماه 3 روز روزه بگی الحسنة بعشر امثالها، حسنه هر حسنه 10 ثواب داره. همین 3 روز در ماه روزه بگیرید گویا که تمام ماه روزه گرفتگی انشاءالله ثواب یک ماه روزه را خدای تعالی برات میده. گفت یا رسول الله من با قوترم خیال میکنم از این روزه بهتر میگیرم. نباشه گفت با قوت که باشی یه روز بخوری یه روز بگی، روز در میون بگی، دائمی نگی. یه روز روزه بگیر یه روز روزه تا بخور. و میگه حضرت گفت که یا رسول الله این در روزه بهتر گرفته بتونه. بعد گفت این دیگه بهتر نمیشه و یک خونه بود روزه این دیگه بهتر نمیشه. احب الصيام الى الله صيام داود علیه السلام کان یصوم یوما و یفطر یوما. محبوب ترین روزه در پیش پروردگار روزه حضرت داود علیه السلام بوده است که حضرت یه روز روزه میگرفت است یه روز روزه را میخوند است. عیده بهتر و خوبتر نمیشود همتری بگی. یعنی حضرت خاموش شده نه که همه این جوانی همه خیلیده همه دولا گفت که وقتش را اهمیت ندادیم. کمپینی اون روز گفت سیناب زخری خالت بوش نکردیم پورا خنک زده است امروز عذاب میکشیم. و حضرت هم کم کم سرکشی کرده و هر روز هم تا روزش دوام میداد است. زیرا که در آخر حدیث اومده است که وقتهای آخر حیاتش وقتی که مشکلات مواجه شد عذاب کشید و پیغمبر تاکیدش کرده بود که این هر روزش خوب نیست. حضرت گفت این للجسد علیک حقا، این لجسدک علیک حقا. همین جسدی تو در ذمت حق داره. ولی عینک علیک حقا، چشم در ذمت تو حق داره. وقتی که نخوردی چشم خیره میشید است. همون هم ویتامین در کاره که باید هم بگیرد دوزش. ولی زورک علیک حقا، همون مهمون هم در ذمت حق داره. مهمون بیاید و تله و دهنت بستگی هیچی نخری و بیچاره هم خجالت میکشه هیچی نمیخوره. ولی زوجک علیک حقا،
همون زنک هم در سیمت حق داره خونابت روز تو بگه روزدار ما شب گساله سیمخر بوری پیشنه بگردونی اون زنک هم طلب داره حق داره نفس داره همه گوش نمیکرده است روزا میگریخته است و آخرا دا میگه پشیمان شد گفت یا لیتنی قبیلت رخصت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای کاش که رخصت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول میکردم همین ما و شما را روزی میشود که پشیمان میشیم ای کاش که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قط زندگی و عمل میکردم ای کاش که در محفل و معرکه دوملو شیشتگی بودن حلال و حرام میپرسیدم برای امروز من آمودگی میدیدم انسان قویدش همیای از بس که عجولای شیری خان کردگیای تا سلامتیش ای دستش نروا به قدر سلامتی نمیرسه تا پیر نشوه به قدر جوانی نمیرسه تا محکمش نکنم به قدر آزادی نمیرسه تا گشنه نشوه به قدر نو نمیرسه قویده همی بده است برای به قدر نعمت پروردگار رسیدن در کن شکرگزاری نعمت پروردگار چیه استفاده نمودن در کن در محفل اگر جای سخن از خدا و پیغمبر گفته شید دو گوش نه 4 گوش قطعی گوش کردن در کار گوش قلب هم اینجا داخل کردن در کار و حفظ کردن در کار که البته روزی می شود که انشالله به کارت می آید همین حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکند که بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داد وقتی وصف جنت میکرد گفت این فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها در جنت گفت غرفه ها هست در جنت حجره ها و خانه هایی هست همه عینورای چنان روشنی هست که درونش ای بیرونش میبینی بیرونش ای درون میبینی این وقتایی که حضرت صلی الله علیه و سلم میسخن از اون آینه نبود مردم نمیدونستن که آینهش چیه شیشه میکنن همه را شیشه بندی میکنن چنان تابناک روشنی هست بود در جنت که مقصد چنان جای نمایانی هست که حواست میکنه ظاهر و باطن شد دیده میشود مگه حضرت ابو مالک اشعری همونجا بوده است گفت لمن هی یا رسول الله ای حبیب الله خداوند خیلی حجره ها را برای کی میته این قصر را برای کدام بندهاش تخصیص داده است حضرت فرمود لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و بات قائما و الناس نیام برای کسایی را که سخنی نیک خوب دارن سخنی خوش میگن و مردم نان و طعام میتن دستی به خیر دارن و به شب در حالی که مردم خوب هستن اینا میخیزن و به خاطر الله نماز میخونن نماز تهجد میخونن آن همون قصرها مکان اینمی طایفه بنده های خدا هستند میبینه که پروردگار بزرگ همه امکانات برای اکثر ما و شما میسر گردانده است زبان مداد است همین زبان وقتی باید سخنی نیک بگوی به زبان ذکر کنی میشود که به زبان حقارت کنی میشود که به زبان غیبت کنی تهمت کنی اما در پیش خدای تو جواب میگوی این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا بیشک این بینایی و شنوایی و این قلب از هر کدام این قیامت پرسیده میشود شنیدم که پیر پسر رو به قهر ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن نگفتم که دیواری مسجد بکن حضرت شیخ سعدی قیزم میکنم شنیدم که پیر پسر رو به خشم ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن نگفتم که دیواری مسجد بکن مسافر بچه‌ش میگه به خشم و غضب جنجال داره که آخه ای خانم تیشه را خریدم دیگه هیزم میده کنی برای زمستان را تیار کنی این تیشه را ندادم که بخی دیوالی بچیده بکنی دیوال ای سرت سمیل مونی چپا کنی و حضرت نصیحت میکنه زبان آمد از بحر شکر و سپاس به غیبت نگرداندش حق شناس همین زبان خدای تعالی برای شکر برای سپاس برای سخن نیک خیر خلق کرده است مردی واقعی را باید به غیبت آمادش نکنه هستن آدمایی که همین زباناشو کشورشو میکنن فردا روز قیامت گذرگاه قرآن و پند از گوش و بهتان و باطل شنیدن مکوش
خدای تعالی این گوش نازنین نداده است که با یا سخن نیک گوش کنی، تلاوت قرآن گوش کنی، ذکر گوش کنی، گپ خوش امری و معروف نهی از منکر گوش کنی. جای بهتان و باطل نیست ای. به جای موسیقی گوش کنی و جای سخن قبیح و غیبت تهمت لقلقی دنیا را گوش کردن نیست ای. ده چشم از پی سمع باری نکوست، زی عیب برادر فروغی را دوست. ده چشم نازنین خدای تعالی داده است که سمع پروردگار را ببینی، هم لذت بری، هم شکرگزاری نعمت پروردگار را کنی، برای عیب جویی و عیب